درود مجدد دوستان عزیز. پاک‌کن‌های نوستالژیک. اولین پاک‌کن رابیت دهه 50، یعنی در پاک‌کن باز کردن بوی پاک‌کن اینجا رو برداشت. ملاحظه می‌فرمایید پاک‌کن‌های سرنگ دهه 50. پاک‌کن بعدی پاک‌کن پوژان هست. ملاحظه می‌فرمایید پاک‌کن‌های دو رنگ و یک پاک‌کن ماندگار و بسیار نوستالژیک، پاک‌کن فابر کاستل سوسمار نشان دوستان عزیز، دهه 50 و دهه 60. ملاحظه می‌فرمایید این از دهه 50 و 60 مونده. ملاحظه می‌فرمایید که به چه صورت هستن. اینا موجود است دوستان.